ای کسایی که شما جهاد تروریسم میگین، با اینمی کلمتان کافر میشین، براین از صف مسلمان ها. ای کسایی که شما مجاهدین تروریست میگین، شما هم از صف مسلمان ها. و امتاز الیوم ایها المجرمون ایها المرتدون، براین از صف مسلمان ها. ای کسی که میخواد که کتاب الله و سنت رسول الله را تطبیق بکنه و شما بر از اون فاندامنتالیست و بنیادگرا میگین، اونا را توهین و تحقیر میکنین، خارج شوین از صف مسلمان ها. شما مجرم هستین. چرا؟ به خاطر از اینکه ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقهون. الله عزت داره، رسول الله عزت داره، مؤمنین عزت دارن، لکن المنافقین لا یفقهون. این منافق نمیفهمه، با وجود از اینکه خودم میگم من لیسانس دارم، من ماستری دارم و من